خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو قرار بریم سراغ پارت 1 ماینکرافت سروایور، اما اینجوری نه. قراره که اینجوری بریم. بزن بریم سراغ ویدیو. خب اینو که وردو بسازیم. اسم وردو میذارم 6 چون الان 6 تا ساب دارم. گیم مود سروایور، دیفیکالتی هارد. بریم. اسمش شد چجوریه؟ چرا؟ هیچی نی؟ خب اول ویدیو همه میدونم باید چوب بکنم، یعنی ماینکرافت پلیگری نیست که ندونه باید چوب بکنم، ولی ما میخوایم تفاوت داشته باشیم. پس چوب نمیکنم، میریم تا یه چیزی پیدا کنیم. مور بزن بریم به سرعت برق و باد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم به سرعت برق و باد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم. گولا رو یه دونه شنگ کنم به یادگاه. واه سگ دارم، میتونم بهش غذا بدم؟ 貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？もうは匠でき。 بیادم وی 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 سگه فرار کردم. خب واه اینجا رو خوراک اینه که این وسط خونه بسازیم، بعد راه بکشیم، یکی به اونجا یکی به اونجا یکی به اینجا، ولی هیچی نیست، عملا هیچی نیست اینجا. بنابراین بهتره که به گردش ادامه بدیم. آقا بزن بریم صورتی، مطمئنم که اینجا رو برم تا یه ویلیج پیدا میکنم. غذا ندارم، بفرما. این هم نشونش، گفتم نزدیک ویلیجه. یه دونه پامکین برمی دارم، اولین ویلیجی که پیدا کردم یه دونه پامکین میذارم روی یکی از خونه. تارزانی بار میخوام. آقا یا میمیرم یا نمیمیرم. نموردم. یکی رو دیگه نمورد. اینم نموردم. زنبور یه دونه بید. وی 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 مردم جونم نیم از این درخت ها. عاشق این درخت ها، حتی اگه که چیش باشه بیا. چی میگم؟ اسمش بیا تموش. خب آقا خوبه ازت راجع این که یکم پاندا خوراک پاندا نداریم تو ماینکرافت. بیا یه دونه تو بریم آقا، بریم اسکلتو کریپر. Hey bro. صدا توتی میاد، توتی میخوام. آقا دو تا اینه گرمه به توتی. بریم. این میشه ازش بدارم؟ توتی، من توتی میخوام. آقا به نظر تو دو تا میتونم رامش کنم؟ بریم بفهمیم.
مردم. خب آقا اشکال نداره. دمه بابا زامبی که یه قبی شد. حروم زاده. مردم. آقا زامبی رو بزنم به نظرتون میتونم بگیرم ایزشو یا نه؟ من ایزشو میخوام. Run. آقا آب جدید چه ایزه؟ بابا همه بزن بریم به سرعت برق بابا. بزن بریم از اینجا. بزن بریم به سرعت برق و باد بزن بریم از اینجا بزن بریم عشق و داده میداد بزن بریم از اینجا بزن بریم از اینجا بزن بریم از اینجا دوباره عشق دوباره گوشه گیرم همینو بس دوباره سر بزیرم نمیشه پنهون قارچ داد به ای اسب زومبی. برو آقا من رفتم. بذار تفت بسازم. ای مردم یه بار دیگه ما تسلیم نمیشیم. بدو هوش بابا همه چی همون خداحافظ من نخواستم. بده فیلم سینمایی. اگه فیلم سینماییه از پشت سر تیر میاد. این سگه چطوری؟ بردم. Noite acesa, a luz a brilhar. Greve pesado faz o chão vibrar. Todo mundo نظرتون چیه؟ یه سری بسازم سری هاردکور و اسمشو بزنم زندگی در ایران. و فرض کنید سری هاردکوری که سخته و اسمش هم زندگی در ایرانه معلومه قراره چی باشه. نمیدونم لطفا نظرتون تو کامنت ها بنویسید و اینکه هر انتقادی نظری چیزی داشته در مورد من بک‌گراند ویدیو هر چی اونا رو تو کامنت بگید. همه کامنت ها رو میخونم. pronto pra dançar, tá? Sente a vibe e deixa o som rolar. بدوام غذا ندارم. گوشت میخوام گوشت. مردم دوباره. Slap fucking also stroke. Going in the wind as an empty of the truth that it's naked. It's verbatim and it's shaking. بابا استعلام میگیرن که قسم من بدن. تو بازی تخمی بهم تخم داد. ویلیج آقا خوب شد که سریو نبستیم و داداش چطوری؟ بیا دوتا از این نمیدونم اینو بهت میدم همین گزگزی ها اینو برمیدارم. مرسی.
اینو میخوای بذارم سر جاش بیاد. مرسی ممنونم. چی داری؟ چی باید دیدی؟ او کفش و کلوف به دردونم. اینا رو نمیخواستی؟ مرسی من برداشتم. خب بیا اینم بگی. سریع چرا پاپا عدسه بکی. چطوری؟ محمد علی باشگاه رفته نمیتونه از این زیر بیاد. محمد علی نمیمیره. محمد علی میخوای بمیری؟ محمد علی معلم بیام بیرون خب پارم میکنی محمد علی. برم هیچ کاری نمیتونی. سلام تو چی داری؟ نون ممنونم. نونت خیلی خوشمزه. Oh my god! اینجا چی داری؟ چی؟ چست او ایران او همشت او نون او چی باید هم برم بذار به این بچه استیک زنی بودم دیگه شد. چطوری تو؟ بیا به این سیب زمینی آمده تو برو تو به کارا بدت فکر کن. اسکل الان این یاد بیرون. پوفیوز دیدی؟ اومد جلو من در رو واکید که بگنید در رو تونستم باز کردم. حرفی نمیدونم. پیشی چطوره؟ پیشی بیا کاریت دارم. پیشی میخوام نازت کنم. بیا میخوام نازت کنم. پیشی بیا پیشی میخوام کار داد. چرا اینجا هیچی سر جا خودش نیست. به یاد مرحوم این یه دونه تارو میذارم اینجا و اینو من میذارم. الان اینجا رفت ما باباش استیده کن. اومد YouTube بنام نکن. YouTube is joke is my brothers is نوازشینگ نوازشینگ good بپر کنید با هم بپرید. امرالد هم خوب امرالد دارم. چی میدی؟ بیکاره اینا همه شلوار جین بهم بده. آقا من شلوار جین میخوام. یکی دیگه امرالد میخوام. به محمد علی با توچ بزنه تو سری. جدی ترین حالت ممکنه. اومد پایین. محمد علی کجایی؟ بخورم. محمد علی سیر شد. با کیسه بزنم کیسه. کیسه. محمد علی تو سرت 3 تا آهن دادی. بابا تو کل هیکلت آهنی بود. 3 تا آهن. اینجا قبر محمد علیه. اینجا اینجا و اینجا 2 تا گل بزنه به یاد بوده محمد علی. اینطور چرا ور می‌داری؟ خب این بالا چی داره؟ خود آمدم ورداشتم یاد آمد. از اینا
حاجی اینو میخوام بردارم برای خودم. چرا زوال دار بریم با خود. چرا غلط بودی؟ شبه دار برو گم شو پایین. خوش بگذره پایین. من این بالا میخوام. بیدار خب تخت افتید. تخت من را بدهید. راستی شلوار جین ما خواستم بخرم یادم رفت. بریم شلوار جین بخریم. آقا این زنگوله رو میخوام زنگولتونم میکنم. ولش بذار باش. اینا جدی چرا نتونستم بردارم؟ این چیه؟ میتونم غذا توش بپزنم؟ ولش با پشما با شیفت میتونی چیزی بزنی که با شیفت اول بسنم. الان چی میتونم بذارم این تو؟ هیچی؟ این به درد نمیخوره. ولش خرابه حتما. نمیدونم سیب زن آخه غذا نشید بپزی فکر نکن. سیب زنی میتونیم درست کنیم ممکنه فکر کنم. خب هاپو اکتره نمیتونی بری بیرون. گناه نازی الان اینو باز کنم. تو خنده ها چیرینه خاکی سرت نمیتونی بری بعد و چراغ رو خاموش کنم کار دارم با این آقا. خب آقا کارمون تموم شد. دوست عزیزمون رفت هیچیش نشد سالمه در امنیت کامل به سلامه رفت بیرون. کار داشت بیرون یه کاری داشت گفت من میرم و میام. گفتم باش. خب این چیه؟ آقا بذار دست آمر تب کنم. با راست کلیک با چپ کلیک فرمه داره با راست کلیک میذاره بسنم. خیلی با خوب آقا. اینو بردار بقیه تو دستان باش. خب الان که رفتیم تبیل رو بذاریم نیزه سپر شمشیر چی درست کنم؟ یه سپر و شمشیر درست کنم به نظرم ایده خوبیه. یا یه نیزه آخه نمیدونم داست درست کنم اصلا. داست از همش بهتره. یا کلنگ نمیدونم کلنگ. خب بریم حالا بیا جلو ببینم. هیچکن نیست. چرا نجا تو کوش همه مردن؟ هیچکن نیست. میسوزم روش بدم. خب آقا یه دونه از اون آقا بسازم. خب شما آزادی که بیرید به چی نفشی؟ تو سره تو چی میفروشی؟ خب من شلوار جین میخوام. شانسو تو چی میفروشی؟ گیرو فروشی؟ آقا من اصلا کلان ترین شهرم. بذار ببینم گیرو فروشی میکنی؟ بدبخته نی سلامت روان موج میزنه. بشکن نیگیه. با راست کلیک سپر میگیره. خوبه میزونه. تو میفروختی ها؟ دمت گرم. یه شلوار جین بده. شلوار نداشتم. خب آقا اینم هست.
شلوار جی کفش ندارم. کفشو باید کاری بکنم. بذار ببینم کیو مرز کلا رفتم شلوار داشت. این همین نیست که میشه رو اسب بشینی باش برمیدارم اینو به درد میخواه. یه دونه دیگه از این کیسا خیلی خوبه. نبود قبلا تا اونجا که یادم میاد. خوبه چطوری سلطا؟ بدو صداش اومد دندون تیسکله. اوی بودم دیدیه چطور شد؟ ترسیدی؟ نه ترس اینجا بذار این بخورم نیمه خالی نکنم همش بکنم آمو بریم این چی داره؟ هیچ صدا شنیدم. اینه بیا بیرون. اومد برو شوخی کردم داداش. مرد. من از اینا نه ترسم. اینا عددی نیستن. میگم اینا چرا اینقدر پامکین داره اینا. تو چی می‌پوشی؟ چی؟ باید می‌میری. شوق باید داشته باشی. می‌میری. میتونم یه فرصت بهت بدم. بری شوق پیدا کنی. برو. اگه شوق پیدا کردی نکردی می‌کشم. برو. تو چی می‌پوشی؟ 29 شما به نام عدالت می‌میری. تو چی داری؟ تو خب فکر کنم بیکارشی ها؟ تو خوشم میاد تو بگی با خود برو. تو زنده داری اون برای بقیه تعریف کن از من بترس. خب آقا چیزی نمیمونه از اینجا قارت کردیم دیگه فکر کنم داره میاد به دیدنم دوباره چه خوب انتظاره. من بودم اصلا کی به کیه؟ من اینجا خالی دارم. لالا بودم بیدار شدیم. خب بریم قراره که فکر را دارم. ای تو زنده هم نه بودو وای برادر فرار نکن. استرس داشت. آقا من یه ایده دارم. اون بالم گوله چیزی ایلومیناتی. وای زنده موندم. خب آقا من یه نظری دارم. به نظرم ویدیو تا اینجا کافیه. ویدیو واقعا تا اینجا کافیه چون که حسابی دهنم سرویس شده. نظرم اینه که بیام یه پولی بین این دوتا خونه بزنم و تختمو بذارم اینجا که رفتیم تیبل. چقدر تخت آقا این تخت رو یکم 7 تا تخت دارم. خوبه آقا خوبه. نظرتون چیه که ویدیو تا همینجا کافیه تمومش کنه و بذاریم بره قسمت بعد چون تایم ویدیو خیلی رفته بالا. البته که من اینا رو ادیت میکنم و شما هیچیشو ندیدید ولی خوب اینو ما بذاریم به نشانه که این ما اینجا بوده. این نمیدونم چیه ولی خوب بعدا متوجه میشیم که این چیه. اینو بذارم اینجا به نشانه که ما اینجا بودیم و به نظرم تا همینجا کافیه. اگه این ویدیو رو تا آخر دیدی ممنونم ازت. خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب کنی و اگه پارت بعدی این ویدیو رو خواستی یکی کامنت باید بزنی. کامنت چیه؟ هشتگ پارت 2
و من پارت 2 رو به سری تری حالت ممکنه براتون میسازم. حرف دیگه نمیمونه تا ویدیو بعد